درود، در خدمت شما هستیم با معرفی چسب FRP روگنز بلو 400، یه اپوکسی خفن در زمینه مقاوم سازی سازه‌های بتونی با الیاف‌های FRP. خب حتما میدونید که الیاف‌های FRP 3-4 نوع هستن، مثلا کربنی، شیشه‌ای، آرامیدی، بازالتی، که از این اپوکسی برای همه اون ترکیبات استفاده میشه. خب این چسب با نام روگنز بلو 400 پس از ترکیب قسمت کوچکتر یعنی هاردنر 10 کیلویی و رزین 20 کیلویی که یک نسبت 2:1 میشه، به هر اندازه که نیاز داشتید به یک ترکیب سبزآبی میرسیم. چرا؟ چون هاردنرش آبی تیر است و رزینش سفیده. به یک سبزآبی بسیار ایدئال میرسیم که محبوب خیلی از مهندسینه، برای اینکه دقیقاً مشخص باشه پوشش اپوکسی روی سطح بتون و برخلاف بقیه اپوکسی‌ها که رنگ توسی داشتن، این کد رنگ سبزآبی داره برای اینکه کاملا مشخص باشه هم برای مهندس، هم برای ناظر، هم برای کارفرما، تا اینکه پروژه به نحو احسن پیش بره. این چسب زمان کارپذیری حدوداً 30 تا 60 دقیقه بسته به دما رو به مجری میده که یک دمای و یک زمان بسیار ایداله. چرا؟ چون اگه خیلی سریع خوش بشه ممکنه که مجری نتونه اونجور که دوست داره الیاف FRP رو ریگلاژ کنه، تمیز کنه، هواگیری کنه و مرتب کنه. اگه دیر خوش بشه هم معکوس، یعنی به فرض اگر ما اجرامون زیر سقفی باشه، مثلا یک تیری از زیر به صورت معکوس بخوایم اجرا کنیم و زمان کارپذیری این ترکیب زیاد باشه، ممکنه که اون FRP آویزون بشه و آسته آسته خودش رو ول کنه و اون کیفیت از بین بره. بنابراین با لحاظ تمامی این موارد یک زمان کارپذیری بسیار ایدئالی داره پس از ترکیب و اختلاط این دو ماده بر اساس میزان نیاز، که این کارو میشه با پیمانه انجام داد. 2 پیمانه، 1 پیمانه، 2 پیمانه، 1 پیمانه، یا از طریق وزن کردن هر کدوم از اینها به اندازه کافی ترکیب درست میشه، آغشته میشه و FRP نصب میشه. جالبه بدونید که ظرفیت مقاومت فشاری این ترکیب خفن حدود 90 مگاپاسکاله و ظرفیت کششی اون حدود 30 مگاپاسکاله که عددهای قابل توجه و قابل تأملی هست. دقت کنید که نگهداری این چسب حتما باید در دمای محیطی باشه، دمای محیطی بین حدوداً 5 درجه تا 25 درجه سانتیگراد. از نگهداری جلوی نور مستقیم خورشید جلوگیری بشه، از یخزدگی جلوگیری بشه، حین استفاده حتما از دستکش استفاده بشه، از ماسک استفاده بشه. و اگه بخوام جزئی‌تر ترکیب شیمیایی این ماده خفن رو بهتون بگم، از رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین استفاده شده برای ماده که وقتی با هم ترکیب میشن یه رزین اپوکسی بسیار مستحکم با قدرت جذب و تحمل باربری دینامیکی و مکانیکی بسیار بالایی رو به ما میده. خب همونطوری که عرض کردم این ماده شیمیایی زمان کارپذیری بسیار خوبی داره، در برابر حرارت مقاومت خوبی نشون میده، در برابر مواد شیمیایی مقاومه، در برابر ضربه، در برابر دماهای متفاوت، بارهای مختلف مقاومت خوبی از خودش نشون میده و انقباض و ترک خوردگی نداره. من پارسا سعید هستم و مؤکداً استفاده از این چسب رو توصیه و پیشنهاد میکنم. موفق باشید.